و با آیه های الله مسخره نکنید. اول، طلاق این بازیچه دست نیست. الله سبحانه و تعالی در آیه های طلاق فرموده است و با آیه های الله مسخره نکنید. دوم، الله سبحانه و تعالی طلاق را به دست مرد نداده است تا با آن بازی کند یا با شتابکاری عمل نماید، بلکه تا به عقل و دین آن را اداره کند. سوم، طلاق اولین راه حل برای اختلاف‌های زن و شوهر نیست. چهارم، طلاق جزایی نیست که مرد به آن همسرش را برای هر خطای جزا بدهد و طلاق نباید بی اندیشه و خودسرانه باشد. اگر برای مرد از نگاه شریعت طلاق لازم گردد، باید یک طلاق بدهد در پاکی که در آن با همسرش هم بیستری نکرده است یا بعد از آن که حامله داری روشن می‌گردد. پنجم، مرد با طلاق 3 کرته و اینچونین با طلاق در حیض و نفاس یا در پاکی که در آن هم بیستری کرده است گناهکار حسابیده می شود و نباید این کار انجام بدهد.